اگر میخوای تا 50 تومن هزینه کنی، من اکسترا پرو یا ونکویش، البته ونکویش دست دوم، اینا سیستم‌های ویلفی هستن که تفکیک خوبی دارن تا عمق 1.5 متر. بیشتر از اون 100 به بالا دئوس 2 رو پیشنهاد میدم، اینم عمقش در حدود 1.5 متر. اکستریم هانتر به همراه یونیتش که تا عمق 2.5-3 متر براتون میزنه. حرفه‌ای باشید، با تفکیک میتونید ازش عمق و قبض بگیرید. لورنز قوی ترین پالسی دنیاست که تا 4 متر براتون بزنه. ببینید دوستان گلم، با توجه به توان خریدتون هیچ وقت این ذهنیت رو نداشته باشید که اگر شما بخواید پول زیادی هزینه کنید بیارید، حالا خودتون رو زیر قرض ببرید، وام بگیرید یا ماشین زیر پاتون رو بفروشید، ممکنه که موفق بشید. نه، این ذهنیت اشتباهه. محدوده که خوب باشه، با یه VLF مثل اکسترا پرو شما میتونی نتیجه بگیری. حالا بعد شما اگر با این نتیجه گرفتی، میتونی بیای دئوس 2 رو ببری، یه اکستریم هانتر در کنارش باشه، میتونی بیای جی پی رو ببری، میتونی لورنس. پس الکی هزینه نکنید، همین سری اول نیارید هرچی پول دارید یا بخواید طلای زن و بچه‌تون رو بفروشید. این ذهنیت اشتباهه. شغل اصلی تو داشته باش، این کار رو به عنوان یک تفریح در کنار شغل داشته باش. کارگزاری برو بیرون. اگر جنس خوب زدی، منطقه خوب بود، میای سیستم قوی تر میبری.